از آغاز حمله حربی روسیه به اوکراین قرب روبل در بازارهای جهان از جمله در تاجیکستان به ایست پایین می رود. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی روبل را برای آخر هفته 9 سامانی و 1 درم مقرر کرده است و آن را بانک های تاجیکستان برای 1000 روبل روسی به مشتریانش 90 یا 91 سامانی میدهند. بانک ملی قرب دلار امریکایی را به تغییر 11 سامانی و 30 درم برای 1 دلار باقی گذاشته است، ولی صاحبکاران میگویند یگان بانک با چنین قرب دلار نمی فروشد. در بازارهای سیاه باشد قرب دلار یک باره به بالا جهید و حالا در این بازار 1 دلار از 12 سامانی و 70 درم تا 13 سامانی می فروشند. متاسفانه طوری که انتظار می رود جنگ روسیه به ضد اوکراین به جیب مهاجران کره از جمله مهاجران تاجیک و خانواده های آنها ضربه سخت زد. مهاجران مزد خود را در روسیه با روبل می گرفتند و با روبل ذخیره می کردند و نیز با روبل به وطن می فرستند. در بین 10 روز ارزش پسندازهای با عذاب جمع آورده این مهاجران و همین طور قرب معاش آنها در روسیه از حساب به زمین زدن قرب روبل 40% کاهش یافت. یادآور می شویم روز 24 فوریه قبل شروع حمله به اوکراین 1000 روبل روسی در تاجیکستان 149 سامانی قرب داشت. نزدیکان مهاجران در تاجیکستان میگویند پولهای از روسیه فرستاده عزیزان خود را از بانک نگرفته استادند، چون که با چنین قرب پست 90 سامانی برای 1000 روبل دلشان نمی شود که پولهای با عذاب و مشقت کار کرده عزیزان مهاجران خود را عوض کنند. و اما با اینکه آخر جنگ روسیه و اوکراین هنوز در افق دیده نمی شود، به احتمال غالب حلقه تحریمات در گردن روسیه باز هم سخت‌تر و سخت‌تر و در پی آن قرب روبل همچنان بیشتر و بیشتر به زمین زدن میگیرد. قطع فعالیت ویزا و ماسترکارد در روسیه و شبکه سویفت بیرون انداختن بانک‌های روسیه در آینده حتی انتقال پول را از روسیه به تاجیکستان میتواند دچار مشکل و یا در کمترین حالت خراجاتش را گرانتر کند. این هم در حالی است که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اخیراً از کشور برآوردن مبلغ از 10,000 دلار بیشتر را منع کرد و این امکان با پول نقد توسط مهاجران روی وطن به تاجیکستان فرستادن دستمزدشان را برای مهاجران محدود می کند.